هفته گویم هفته اول میره گویم سوای میشه تو خونو کم میخورشته کنم نه دلچینی تو خون نمیخوری نه یه خودت کرتی به در کردی بشو تو سه گوشت یخ کرده با بیلو وخی برو کرتی خواهد وخی کرتی منیه همونه به پیه وخی یعنی به چون ها گفته ناشنویم یا هر چند کشما میگوی چی انا لا بابا بله اشتنم بابا یاری شکر بابا بابا ها خدا خیر کنه 1 ساعت دیگه بابا چیز شوم بشه خب یعنی چیکار کنم انا گفتم پول به ما بدیم اه که من برم خونه خسرو خوشی می بستم خب پول بدون که بری چای می بسیم بری خونه خسرو خب حالا که پول ندارم چیکار کنم من بسته کسی خود 200 دی پول دار بابا جو اه او هفتم نرفتم بعده نزبات ما زنگ زده دلچینی تو بخی بل بشی کجا اینجا بشی تو بابا نزبات ما زنگ زد گفتا که گفتا گیلک چرا نمیایی خب به چیش برا بدم چرا نمیایی خب بیا نمان بیا نمان بیا بیا گفتا که بابا چرا نمیایی خب بیا نمان ما گفتم خوبه میای کجا خوبی؟ نه بیا، گفتم که او هفته پول نداشتم خب من نگفتم که پول نداشتم خب بیا انا پول بدن که بابا خب نگو هم نمزاد تو نمیگه اگه بی پولم بیای چکار میشه ها هم نمزاد تو نمیگه که اگر روزی که پول نداشتی وقتی بیای شی خب بعد بابا سر و سیال دارم اینا همه دومادا میرم مثلا خسر خوشوخو میرم مثلا ایتا کارتن بس میبرم بوجی بس میبرم بابا ما برم نزبات ما نمیگه هم تکه نمیرم مثلا اینا صبای مثلا دخترها خاله و دخترها میبینم بعضی که پیشینم میایم بعضی که دورم زنگ میزنم دیشب گیلک با تو چی بیاورده با او میگم مثل لباشک آورده سقه چه آورده با شیرپره آورده چیه وی با ویلا اشته کمی همیتا میگم با همه دختر خاله داره که ولیه او با چی میگه دیدیستش نه دیدیستش چیه همیتا میگه نه با چی میگه دیدیستش نبید میگه یعنی به دستی چی نبوده آه تو نمیفهمی نه نه به تا که نه من گفتم اگه تو به درد جامعه بخوری خب همیتا گفتی خول تو بگه ها خب همیتا گفتی طفله ها حالا مسئله پول نیه بابا جو میفهمی اول که من پول ندارم اگه میریم خونه خسرو خانه تو بخشه بابا باشو برم پیسه کنم مادر خود زیری زرمه بکنم بلکن بده فقط بابا دیش اگه خوب پیش روز زیری بخون ما کن ندارم بابا پول دارم وای وای ای بچه میگم فکر تو باش که خوشوتو که من که درگیری هم هست فکر تو باشه چطور درگیری بابا او کرا برفته کپسول نگاز نکردی آه خوب دیگه برو دیگه سگه اگه مادر تو دش به خود 200 دی پی بسته بخود اگه ندش اگه چی دیگه مکن ندارم برو بابا همی که کفشول گاز کردم پول باور میکنیم بابا من از پول نداشتم 800 روپیه دیویده بیام و مادر خواستم این درگیری حساب میشه خب دیگه فرصت سعی میکنم ارو فرصت سعی میکنم که این فرصت که دوماده میره بخونه خودش خود غلغله میکنه که کپسولا گاز ندارم چیکار بکن ننگ تو خونه بری گاز کنی کپسول نمیکنن که من نمیکنه او بو گفته اگه میشه خب میگم دیگه برو متوجه خوب باش دیگه خوبه ایت درگیری هست که ایت تو سعی کنی با کپسولا و دست رای میکنه با بازار که برو کنه اونا رو گاز کن دومان جو وان کن گفتم ات کم خدا سر وانه میشه که بابا من خدا پول دارم کسی خود کمی کپسولا برمیدم میرم گاز کنم چه میگیرم؟ سکرتیاره نه خرابه کجا میری؟ ما برم در سلام خاله خب چره؟ 500 پولی بستون و من برم خاطری بخانه کسور خب
گیلدن ببین چی بگو چی حال بچه دماد میومده دم دیکون مله تا دیکون خرید میکرد می چی خور نشون نده بیاده همین تخیلتا دم کله پور بچه چی بود بتایی رمضان ها بچه چیه همین تخیلتا قانون سیاه این خرید میکرد خور نشون ندادم من تو گردن تو حالی میایه حالی میایه بری حالی میایه نبین ها نه نبینم بابا ما که بگفته که نمیگذاره ما بسرم نگذاره حال چیزایی بیارده چیه اونا بیاوری باشه اون میگذاره بابا من نمیفهمی بابا میشه اصاب خرابیه روز اول خودی نشد بری آمد سلام سلام بخیر بفرمایید شکر سلام سلام بخیر سلامت خیلی شکر الحمدلله سلامت باشیم زنده باشیم دیار هستیم حسین بیاره شکر زنده باشیم شما خوبین شکر الحمدلله چیکار میکنی کن هیچ چیه میته اون سر کار وظیفه ایم چی رقم کشت کاراشون خوبه خوب شکر اینا دیگه چیه اینا میته گوجی برنج کوکو کام میوه دونه و گوشت و پوست اینا اینا به کیه بگی برام شما و خونه آوردم گفتم میشه میته دیگه آوردم گفتم برم از شما خبر هم بگیرم خب بیا منه که خبر بگیری بله یا کوکو خب بیا اگه ساکو بسیار خوشم خیر بینی که اول گرفتی سلامت مدام یک چیز با تو بگم کوکو تو این پیشکش بود تال یک لگی پی بدهی بله. 4 لگ افغانی دیگه بمونده بفهمیدی خدا مهربانه کوکو دیگه من به خود پیرتم تایبه کردم با براتم بگفتم من رسم رواج بغل کردن ندارم کوکو خود بگم اگه تو به نیتی که بیاید که میشه بستکی او حلقه را اگوش خوب در کن بفهمید اگشان که بستکی میگن خوفتن بری بخونه خوب پیار خوب بگم من خود پیرتم همیشه تایبه کردم با براتو بگفتم حتی با مادرتو بگفتم هر وقت که پیشکش خود خلاص کردی میتونی بری کوکو جان مسئله بزونیه پیشکش خود میفهمن همی آل زمستون کشتکاری نیه چیزی نیه دیگه خود خدا مهربانه پیشکش خودم پیش میبرم بدین دیگه حالا ما من زمان پیشکش رو نیام کرد خدا کن به 5 سال بده من نمیگم مدار رسم رواج بغل کردن من ندار کوکو بله یا دیگه با اختیار به خود تو دیگه کوکو خواه بگم خب پس هیچی کوکو خیر بید خیر بید دیگه من میرم بره خدا حافظ عباس نوش کن خدا حافظ کوکو بفرمایید خدا اونا رو کجا میبری؟ میبرم به خونه خود که کوکو خونه نمزاتون میخوره خب پس هیچی هم نمیزد خیلی عباس بله برای دوماتو برم بیجی شد ناراحت کنه بیدم بابا ناراحت شد خویان به چه کار کن بابا یک لگ به پول آورده ام 5 لگ بخون ام 5 لگ پیشکش خور میام ما خود خوانده که ما رسم رواج بغل کردن نداریم بله ولی گیلک به کجا برو صدا پی گیلک بده گیلک صدا کنم او چی خاطر خود تو صدا کن تو چی کردی خب اصوی چند دفعه گیلک خم ندار که پول بده پول بده خب پول نداشت و ان خدا برابر کردن این رو بیاردم این رو بیاورده ببرک دیگه عجب بله بابا بیامدی میگم او روز گوشتور گرفتم سلام علیکم سلام علیکم سلام و تو یاد دادم وای تو برا نه عیاد ما دیگه نمیره سلام از صبح تا حال 10 دفعه خنده گرفتی که بابا پول بده که من میرم خونه خسار خوب خب بده بده که من پول نداشتم همه تومات تو سری چی آورده نگاه کار آورده و برای خونه خسار خوب اینا دیگه بابا آه او بوجی چی داره کدو بشی؟ که بشی که برنجه اونا که روغن و گوشت و تی چیزا لکه بابا مناسبت لطفا خواهم بابا رگا انا سر بلندی
خودت چی شد؟ بدر کنیم بدر یک لکی به پیلا آورده بمیری وای دو نمزد بیدم دار کنم بیامدو بو اشما حواله بگیم خب بابا یک لک ما هم یک لک به خسر خدا دادم ما میرم خونه خسر خود شما نه ما رسم رواج نداریم چه خوبه گردم بابا بابا ها بخی لکه بابا ها لکه ورده و برا پیش که گم نشه پیش رو نه بابا اشته سنگینه برو خوب شده میام که برا خونه خسرو خورد گردن بگشت ببینی؟ دیگه چی هست اینا؟ اینا برنجه خب اینا شیر پدر و گوشت و ما چیم دیگه خیلی پیت دیگه چیه اینا را نبوره گیله چرا؟ وقتی ما هم گناه داریم که بغضه که ما هم بخوریم دیگه خب بخوریم ما یک دیگه پول ندیدی که ما سمسکیل بردارم برو مخوری خالی خب 500 پول بستونم که برو مخوری خود اینا خیلی بغضه که ما هم بخوریم نصفه کو بیاره گیله پیامه 420 بده نه دومات با بیچاره میری که بابا میگه برو بابا بخونه خود خب دومات به بیام که چه چیز میزی آورده اینا را پیش بستون هر بیرو کرد الان تو اصلا خسور شده نه بیچاره میده پیامه 420 بده نه بوده اگه آمد نصفه کو نه خب ما هم گناه نه یه دقیقه چی به اینا رو حالا دمی میای میبینه مثلا میگه ما هم بخوریم نه بابا جانم هر چیزی چی کردی پسی اینا رو نبود خدا بلا پسی نبود نه بعد که به اعتبار به بیشتر شه وای سکو همه چه دل تو میشه کامل بگویی اینا بخریدم خب بدیدی که دومات ما بودن که نخریدم که هر وقت میخرید پیار مداری به پول ندادن خب کی بگورک چی کن گفتم بابا پول بدیم گفتم 200 پول داره اینا رو مسکین بیاورده خب به پیار ما میدیدی که نگشتم بود برو بگورک بخواب که بعد که سکل تو خراب شما بفروشی سکل خورتیار کنی برو بابا کلید بردار بیارک بده بده خدای آدم 1000 بار شکر از این برای چی نبود ماستون برو مخونه خاله خو 500 پول خرج کنه که هفته هم نرفتی بدون بخونه خوشو خو بگی خدا بالاور که خیر بینه پیرک به که خسو دومات مرسل رو بیرو که اینا نصیب مشون بگورک همه میدونی عباس تو برو با بخورو خدا میزنم برو لالو میا چه کنی چی کاش پنجره برو برو تو برو وقتش تو چی کار دارو تو خونه میدی نه بابا بگو ما چی کار دارم اینجا استاده بابا بعد تو سکیل تو خلاص هم گفت یه سکیل تو یاد کنی بگورک تو خمارم بگورک تو خونه میدی برو عباس با تو که نمزاده شد یک کپی با من نمی باش کن باش تکه در بکن نمیکنم بکن می داره برو رو من نمیکنم کام تو خون بده ها چه کنم برو خوش تکم و رستوران خسور کن تو بگیرم این سکل بیاد ببینیم سکل بیاد به کوچه نمایه بیارم بیاد به کوچه سکل بیاد